سنت کتابخوانی در پنجشیر با آن که پیشینه دیرین دارد و با گذشت سالها هنوز زنده است، اما بر سر تحولات و دگرگونی‌های سیاسی اخیراً کمرنگ شده. اینکه چرا کتابخوانی در پنجشیر از یک اهمیت خاصی برخوردار هست میتواند چند دلیل داشته باشد. دلیل اولی که روستاها و کوپایه‌ها از لحاظ موقعیت جغرافیایی نقاط آسیب پذیر حوادث طبیعی نظیر سیلاب، برف‌کوچ، حیوانات درنده و غیره بودند و مردمان آن سرزمین برای مبارزه در برابر حوادث و دفاع خودی همواره سبب شده تا مقاوم، پرخاشگر، سلحشور و غیور تربیت شوند. و دلیل دیگر در این سلحشوری و پرخاشگری رجوع به ادبیات حماسی و اساطیری و اقتباس از پهلوانی‌های رستم و سهراب و کاوه و سیاوش و فریدون و سایر شخصیت‌های داستانی شاهنامه بوده میتونه. ملتی که از اسطوره‌های خود آگاهی داشته باشه در حقیقت از روح جمعی خویش، از آرزوها، از باورها و از ادبیات خود آگاهی دارد و برعکس اگر ملتی که با اسطوره‌های خود آنس نداشته باشه، یعنی از جان و روان جمعی خویش بدور هست و اون را نمیشناسه و نمیتونه از اونها بازداری کنه. از این رو مردم پنجشیر میراثدار اساطیر نیاکانشون بودند که سنت کتابخوانی و خصوصا شاهنامه خوانی را از گذشته‌های دور به ارث بردند. و از جهت دیگر هنر روایت پردازی و تکنیک‌های داستانی در ادبیات حماسی و عرفانی موجود در جهان مثل شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی یگانه و بی‌نظیر هستند و عشق و علایق خواننده را بیشتر می‌سازند. از این رو این روایت منظوم در دل هر خواننده چنگ می‌زند و دلپذیر می‌شود. شیوه‌های کتابخوانی در پنجشیر مخصوص مردم پنجشیر بوده که به شکل سرآوازی اجرا می شود که در ادبیات هند اون را آلاب می گویند. صوت دادن و لنگر انداختن و صدا و آواز لرزانی و در اخیر قافیه، اینا همش کیفیت و لذت شعر بیشتر می سازند و همچنان خط داستانی روایت داستانی را زیباتر و شنیدنی تر می سازند. از این رو کتابخوانی به شکل سرآوازی در بین مردم پنجشیر رواج داشته و سالهاست که این سنت جریان دارد و به عنوان یک سنت دیرینه از اون پاسداری میکنه.